اولا درود بر شنوندگان رادیو صدای دوشنبه. بله. من فیروز بوری هستم. در مسئله کسب آموزی گذر مؤسسه دولتی مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان امروز در جمهوری دارای 38 فیلیال خود میباشد که از این شماره هفته این مرکزها در همون ولایت زیبا منظر یعنی که بدخشان زمین جایگیر شدند که از جمله شهر خروق، ناحیه درواز، ناحیه ونج، شغنان، ناحیه روشان و فیلال نو تاسیسی ما در ناحیه روشقله و پیشکاشی می باشد که امروزها برای به کسب آموزی جلب نمودن شهروندان بسیار طلبات زیاد شده است و می توانند که شهروندان به واسطه به یگان ماموریت به مرکزهای ما مراجعت نمایند و صاحب کسب و هنر گردند. امروزها چطور گفتیم کلانسالان در برابر علم داشتن بر خود یعنی که می توانند که یگان کسبی پرمسئول یک کسبی که طلبات بازار مهنت است امروز که دریافت علاوه میخوان و دست میارن می توانند که صاحب کسب دیر خواهان کسبی دوست داشته خود گردند امروز و این هم مرکز تعلیم کلانسالان به واسطه شرایط خوب فراهم آورده. باید خیلی نمایند که یکی از فعالیت مقامات ملل و شغل اهالی این تشکیل و گذاراندن یارمارک‌های جای کاری خالی باعث یکی از شورابیان فعال مساعدت و شغل اهالی میباشد و میخواستم وابسته به نشان دهنده‌های مقامات ملل و شغل اهالی در دنبال سال 2024 معلومات منظور نمایم. مقصد اساسی تشکیل و برگزار نمودن یارمارک‌های جای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد از فراهم آوردن شرایط مساعد برای کارخانه، تشکیلات و مؤسسه‌ها جهت دریافت نمودن کارمندان موافق و به این وسیله متعدد گرداندن وضع بازار مهنت میباشد. تأسیس و وظیفه دادن کارخانه صنعتی و به این وسیله با کار دائمی تامین نمودن شهروندان بیکار مهاجران مهنتی یکی از هدفهای حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان میباشد. در 9 ماه سال 2024 توسط مقامات مهنت و شغل اهالی در مجموع 726 مراتبه چنین یارمارک‌ها گزارنده شد. از جمله در ولایت مختلف خوزستان بدخشان 62، ولایت ختلان 257، ولایت سوق 249، شهر دوشنبه 31 و در شهر ناحیه تابع جمهوری 127 مراتبه. در این یارمارک‌ها 8113 کارخانه مؤسسه اشتراک نموده از جانب آنها 90761 جای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد پیشنهاد گردیدند.